Badakhshan, Afghanistan, Syria, it's very poor. How does he keep the troops equipped? جنگ زیاد قیمت است، از خود ثروت زیاد میخواه و بدخشان و این مناطق که ما دیدیم خیلی مناطق فقیر است. شما چگونه قوت‌های خود احتمال میکنید و برشان از کدام را امرار معاش میکنید؟ به یقین که مصرف جنگ هم بالاست و خساره جنگ هم زیاد است و شما میبینین میتونین که امرای ازی افراد ترسان کنین از فردش. ما اصلا افراد خود به او شکل معاش نمیدیم، یا همه داوطلب هستند و داوطلب جمع شدن که از خاک خود از وطن خود دفاع کنند. اگر مسئله معاش می بود با این مصارفی که جنگ داره ما اصلا پورا کردش نمیتونستیم. مصارف جنگ را از کجا میکنید؟ مصارف خریدن اسلحه را از کجا میکنید؟ از کجا تامین میکنید؟ یک قسمت دولت است خودش پول چاپ میکنه و قسمت دیگر یک چند معدنی که در دست ماست، معدن زمرد، معدن لاجورد و باقی عواید منطقه که است، از جمع از یا میتونیم که به مشکل تا حد مشکلات خود حل کنیم.